با سلام آقای دانشمند هستم از سری کلاس های خانه کنکور ویژه صدت های درخشان. بدون فوت و وقت میریم سراغ تست هوش امروز. سوال اولمون در حوزه مکانیک خودرو هست. چرا به ماشین اردی آب نمیزنند؟ به دلیل کمبود آب. آخه ابله کمبود آب هست درسته، ولی تو مثلا خودتو نمیشوری تو کمبود آب؟ آقا بهش بخوره خمیر میشه. به نظرم به اون استعداد درخشانه تو. سوال بعد در حوزه طراحی سازه های فولادی. تو چه خونه ای نمیشه ساز زد؟ در منزل آدم های مذهبی. آخه شخص گفت تو نمیشه جواب ندی. خب بلد نیستی جواب نده. نخوندی دیگه نخوندی. تو خونه نوساز. آفرین به تو. نمیشه یعنی نو. سازم که میشه ساز، پس میشه نو ساز. تو خونه های نو ساز نمیشه ساز زد. سوال آخر ما در حوزه تکنولوژی فراسوت هست. اگر گوگل بمیره به بچه‌اش چی میرسه؟ وبسایت گوگل. به خدا اگه تو چیزی بشی. گوگل ارث. آفرین به تو. خب ارث میرسه، یکی بمیره بهش ارث میرسه دیگه، میشه گوگل ارث. خب عزیزان، کلاس امروز ما هم تموم شد. امیدوارم از کلاس امروز ما نهایت استفاده را کرده باشید. اگر سابسکرایب نیستید حتما سابسکرایب شید که کلاس از دست ندید. درساتونم بخوانید. خدا نگهدار.